ببخشید آقای معینی. ببخشید آقای معینی، نظر شما راجع به این اتفاقی که تو این گوشی دیدین چی؟ فاجعه بود آقا. وقتی پسر این نازنینی من راجع به اون دختر بیریخت اون کار کسی میکنه من به سر رفتم اینو تو دیوار، اما بعدش به خودم گفتم عجب خوشگل بود. به نظر شما ریشه این موضوع چی بوده؟ برای چی این اتفاق افتاده؟ آقا فساد شما تو خودتون چی کار میکنی؟ تو خودت نمیخوری واسه غذا میخوری؟ باید به کلاس سفره درمانی رانده. کلاستون کجاست؟ کلاس هم داریم؟ بله من یه کوهی میرم اونجا در تنهایی اینجا شاگردای من جمع میشه. شما هم بیا. بله، به نظر شما یا این آقا میتونه پاک بشه، خودشو پاک کنه، یا تو کلاس مشاوره شما؟ متاسفم نمیشه. اصلا این سال نپرسی. خب این شما این هم ادعا میکنیم میگین دوستی و گفتگو یه کار اشتباهی پیش اومده تو مدرسه شما چجوری میخواین این اشتباه رو جبران کنید؟ نه بابا این بابا دوستی گفتگو هر کاری که بخواید بکنی این شما رو میکنم میره. بله بکنم دیگه ظاهرا حرف اصلیتون دیگه، حرف آخرتون چیه واقعا؟ چی میخوایم بگید به جامعه؟ من یه قبولی کنکور میخوایم اینجا نیایم، تو سکسان میخوایم اینجا بیایم. آیه معینی ببخشید ولی واقعا شما فکر میکنیم سرمنشأ خود بچه بوده یا کاری که کرده یا گیرایی که، یا مثلا من شنیدم گیرای خیلی بدجوری میدین به بچه‌هاتون، انداز ظاهری، لباس پوشیدن، شلوار پوشیدن، خاطریش ببین اینو همش از نادرستی میاد. بچه‌های من نمیدونم، آموزش ندیدم. شما برین اتوبان خارج ببینید اونجا کاندوم نوشتن، کتوت اون گذاشتن. یکی نوشت چی؟ اینجا دو تا بزنید. حالا اینجا استفاده نکنید چی میشه؟ مشکل میشه. حالا اینجا چی تلویزیون ما میره اونجا صفحه میاد اونجا با چادر راه میره، مردم یه دستشو بگیره فیلم قطع میشه. یعنی چی؟ من خودم یه فیلم دیدم 6 تا زن برهنه توش بودم. برای حرف آخرتون من نصیحت به تمام جوانان ایران زمین چه حرفی داریم بزنیم؟ جوانان نماز بخوانید، دعا کنید و به تایلند بروید. بله مثل اینکه ظاهرا حرفای آقای معینی تموم شده. ببخشید بردی برنامه توجه کنید.